عمرن امروز برگردیم دست یه جوون رو ببینیم داره گناه میکنه بگیم بیا برو ازدواج کن. شرایط ازدواج فراهم کنه بری یه خواستگاری دیگه. خونه رو خونه دارن جمع میکنن، خالی نگه میدارن، اجاره میدن که دو گور به گوریش نمیدونم چقدر میخواد پول برداره ببره. بیچاره این مال امانت بود دست تو دیدی جلوی این چش داریم بچه جوون گناه میکنه لال شدی. بلند شو بری تو این مسجد، تو همین مراسم، تو اون مراسم بگی آقا ازدواج کردی، جوون خوبی هستی، چرا ازدواج نمی‌کنی؟ نمیتونم اجاره کنم، بیا 3 سال من خونه بدیدم، خودتو جمع جور کن. وقتی انحراف جنسی رو دید سکوت، همه سکوت، هیچ کاری نداره. بابا این جوون 16 سالگی به میل جنسی رسیده، پسره 25 سالش ازدواج نکرده، این چیکار کرده با میل جنسیش؟ به ما چه؟ این ولزالینو 3 انگوش بکشن یا 4 انگوش؟ خیلی مهم. بور پدری برو شما بله والله. آقا درست اینو گفتم آقا.